سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها امروز به داخل این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چجوری داخل ماینکرافت فارم بومیل بسازید. بچه‌ها اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، حتما زنگوله بغلش هم بزنید، کامنت کوچولو هم بذارید اینکه هر وقت من ویدیویی میذارم اگر زنگوله رو زدید حتما اولین نفر با خبر بشید. و لطفاً بچه‌ها خواهش میکنم، نه قسم میخورم نه چیزی، خواهش دارم میکنم ازتون کانال من رو سابسکرایب کنید و آره دیگه بی معطلی بریم سراغ ساختن فارم بومیل. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه‌ها من داشت بارون اومد درست کردم و این وسایلم که دستمون جمع جور کردم که دیگه الان بهتون یاد بدم کامل. خب بچه‌ها این چجوری بچه‌ها ما باید بیایم و حالا به اصطلاح اصلا به چه دردی میخوره بومیل؟ اول بهتون بگم بومیل بچه‌ها مثلا بومیل دقیقاً همون کوده کمک میکنه که اینجور چیزا زودتر رشد کنن. خب حالا این برای صرفه‌جویی داخل زمانتون وقتی سروایول هستید خیلی به درد میخوره بومیل که خیلی ایزی حالا به اصطلاح ایزی که میشه به دستش آورد. ولی خب من فارمش رو براتون میخوام بسازم، فارم نیمه اتوماتش رو که دیگه ببینید و حال کنید و بسازیدش. خب بچه‌ها چجوری حالا فارمش رو باید بسازید؟ نه خب اول از همه بچه‌ها شما باید 2 تا چست بذارید این پایین، چست بیاید اینجا، هاپر 2 تا بذارید. خب اینجا بیاید بشینید، باید حتما بشینید. اینجا هم 2 تا از این کامپاس را میسازید با ترپدور. بچه‌ها اینا هم ساخته میشن فکر کنم با 6 تا یا 7 تا ترپدور. بعد از اینکه اینا رو هم بچه‌ها ساختید میشه حتی داخلش اینجا میایید دوباره 2 تا دونه هاپر میذارید و دوباره 2 تا دونه چست. خب بچه‌ها بعد از اینکه این کارو کردید شما داخل سروایول میایید اینجا با این حتما باید باشه، حتما باید با این حالا به اصطلاح قیچیه باشه که با 2 تا آهن هم ساخته میشه. اینجوری برگ درخت رو بکنید با اینا بهتون برگ میده. با این برگا چی کار میکنید؟ حالا این برگا رو که کندید مثلا من الان 2 استک جمع کردم، میام اینجا این 2 استک رو میذارم داخل این چسته. آره دیگه این 2 استک رو میذارم داخل این چستا. این چستا میان پایین میان داخل اینا و اینا هم به ما بومیل میدن. نکنید الان 2 تا بومیل تا الان جمع شده که من انداختمش بیرون. بذارید دوباره الان شد 3 تا 4 تا و به همین سرعت بهتون بومیل میده، خیلی ایزی بهتون بومیل میده و شما هم میتونید استفاده کنید و فارم خودتون رو بسازید. به همین راحتی 6 تا بومیل جمع شد. آره دیگه بچه‌ها این یکی ویدیو رو یعنی کم گرفتم دیگه، تایمش رو زیاد نمی‌کنم که شما اذیت نشید بچه‌ها. بله دیگه آره دیگه تا ویدیو بعدی بچه‌ها فعلا خدا نگهدار. حتما بچه‌ها لطفاً خواهش می‌کنم چنلمون رو هم ساب کنید که من با اشتیاق بیشتر و ویدیوهای خیلی خفن‌تری که بقیه براتون درست نمی‌کنن رو براتون درست کنم. و فعلا خدا نگهدار.